مسئله حسرت خوردن است، خود خوردن است، سوزش هست که چیکار کنم. مثلا کم نیستن خواهرانی که میپرسن همین گونه برادر دارم، همین گونه مثلا یک نزدیک دیگر دارم، چیکار کنم؟ چیکار کنم که انسان تغییر یابد؟ عزیزم، از ما فقط دعا کردن است تا می توانیم اصلاح بالمعروف، یعنی به خوبی او را نصیحت کردن است اگر اهل قبول نصیحت باشد. وگرنه نه در نزد همه ما باید از قرآن و از سنت گویم آنهایی که اصلا قبول کردنی نیستند. اما دیگری و به اینها تسلیم، یعنی به الله در این مسئله باید تسلیم شد که پروردگار، هدایت که در دست تو هست، شاید که نصیب این نباشد که این گونه است. یعنی نباید اینقدر خود را بخوریم، اینقدر بسوزیم. و بدانید که اکثریت نفرانی که خیلی اصلاحشان را ما میخواهیم، برایشان میسوزیم اما اصلاح نمیشوند، خودی آنها اصلاح طلب نیستند، اصلاح شدنی نیستند. و